шахсони зерин бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи маориф сарфароз гардонида шаванд. Азизов Абдулафиз, директори литсеи рақами 1 шаҳри Исфараи вилояти Суғд. سال گذشته 62 نفر ختم کننده از لیسه رقم 1 شهر اصفهان ختم کردند. 62 نفر 62 نفر 100% در دانشگاه‌های عالی مملکت و بیرون از خارج داخل شدند. اگر ما NH3 با اکسید میز بر یک داخل کنیم در نتیجه میز حاصل می شود، آب حاصل می شود، سونی گاز اندو حاصل کنیم. ریاکسیون برابر کنیم. اینجا به دو میمونیم. سبب دو مودیم اینجا به نیتروژن چند تا؟ دو تا. اکو دو کرا سه. اینجا به سه میمونیم. برای اون اکسیژن اینجا به سه تا شد. اینجا به سه میمونیم. اینجا به چند میمونیم. آن نیتروژن حاصل کنیم. اساسی همین معلم عزیز به همین وای رسیدگیشون از لقمه حلال. همین امکی من همین کسا دیخونی کتی کارتشی کرده، شغلی کرده، مهنتی حلال کرده به همین تربیت به همین وای رسوندن. داداش آدمی بیند بزرگجوسی همی خیلی بودن و دیخونی اصل بودن. یک قریب که همه دیخونا میدونست که کلنده از همه کلان کلنده هویا بود. همین کنیکول با ما می آمدیم ابلفیس همین تگی هاید به دراز کشیده خور رفتم یکم کتاب میخوند، همین ژورنالای سایه خودش میخوند. لیکن پدرش آب عرق و قوطی کار میکردن. بعضی همین دیخونه گذشتگی ها میفتن که عزیز بای اگه پسرت هم گو آمده تو یاردم کرد نمیشد میفتن اگر خدا رحمتی میفتن که نه مونتان وای خواند خدا خود عالی میشد میفتن. وقتی که صنف هفته میخوندم من یکی از خواننده های سستخوان مکتب به حساب میرفتم. یکمین مراتب بهای 5 من معلم خیراللهیف گرفتم از فن خیمیا. بعد همون منم هم فکر کردم که منم بهای 5 گرفتم میتونم. از همون روز عشق و هوس به فن خیمیا زیاد شد. من آرزو هوس داشتم که پس از ختم مکتبیانه البته چون معلم خیراللهیف معلم خیمیا میشه. چهل الیمنت های متال ها میگفتیم ما یعنی متال هایی که در وقتی زدن خط میشود، در وقتی راست کردن راست میشود، جلو میدهد، قوای جریان رو از خودش میدهد. چه نام دمیشنی ها؟ متال. غیر متال ها چه بود؟ کنیش موگه چی؟ غیر متال ها در وقتی زدن فورا میشود، جریان الکتریکال رو نمیگذارد، جلو نمیدهد. همین معلم عزیز اول مکتب یونیورسیتی که تمام کرده آمدن معلم عزیزش که یک شرایط نمیداد که این بچه کار کند. این آدم خیمیک بود. یونیورسیتی تمام کرد. این آدم با جای همین وای خودش دادن درس‌های تربیت جسمانی، درس‌های مهنت، من خیلی چیزایی میدادن. بچه به یک شرایطی کارکنی نمیدادن. اون وقت همین زمان همین خیلی کارا بود. خیر رفته همین سیر حرکتی خودشونه بچه‌ها که کار کردن بچه‌ها دعوت کردن خونه خودشون دعوت کردن کبیرشون دعوت کردن بچه‌ها هوسی خوندن پیدا کرد. المپیاد اساساً غالب‌ها از مکتب‌های فیزیکی و شیمی و متماتیکی میشدن. نامش با روسی فیزمات خیم شکولا میگفتن. همین مکتبی فیزیکی و متماتیکی شیمی میباشد. همون مکتب‌ها تشکیل کرده شده بود از آن در قزاقستان و در روسیه. همون بچه‌هاش من میدیدم که در حقیقت غالب می آمدن مدال می گرفتن. بعدتر من اینجا با آمده فکر کردم که همین خیلی مکتب میکشم و حرکت کردم. همین در نزدی معارف اصفهان خصوصا همین توختایف حیدرخواجه گذاشتیم. ما هر دمو همین فکر جمع بست کرده همین مکتب کشادنش با کوشش کردیم. همین وقتی که شهر آمدیم اول فاکولته بینی مکتبی تمامی مکتبی اصفهان درسش یک جا جمع کرده همون بچه‌ها به درس میدادیم. همون سال بعد همون سال زمینه پیدا شد که ما همین مکتبی آموزشش چقدر متماتیک خیمی شدیم. روز اول وزنیم بود. سبب اساسی وزنیش همین بود که معلم نمیرسید. درسی کم بهش که نمی آمد. همگی
اولا یک خودم در معلم بودم، بعد همین نصرالدین امرالله خان گفتگی حاضر معلم اینفرماتیک، اون وقت معلم متماتیک بود، گرفته آمدیم دو کار دیگرها همه معلمای بودن که آنها هم جای کار. ما همین 5 تا یک بار صنف شدیم. البته همون صنفی که شدگی مونده بچهای سوستان بودن، مشکلی بسیار پیش آمد کرد و هر حال ما از همین مشکل ها برآمدن زمینی معلمای بهترین یافتیم، آنها درس داشتن، قریب که همه بچه ها تمام کردن. در آخر قریب که اگر 100% نباشدم 90% آنها به مکتب های عالی داخل شدن. البته همون وقت بسیار مشکل بود، برای اینکه صنف خانه ها نمی رسید. ما در مکتب 6 همین خیلی که ارنده بمیشتیم، یک خوابگاه داشتیم، یک قسمی آن با مکتب کرده بودیم. بعدتر من یک قسمی من وای مکتب گرفتیم، این مکتب های ساختیم. حاضر باشد تمام شرایط در مکتب هست. با فکری من از این مکتبی که من در همه گوشه کنار تاجیکستان بودم، در دیگر دولت ها بودم، همه شرایطی که امروز ما فراهم آوردیم در یگان جا نباید باشه. 5 سال قبل با سپارش وزیر معارف جمهوری تاجیکستان عبدالجبار عزیزویچ و درخواست بی‌واسطه ایشان تاکید کردند که شما توانید المپیاد آزمون مکتب بچگان جمهوری را واقع بینانه گذرانید، حق را به حقدار رسانید. ما تمام کوشش و غیرت به آن روان کردیم که باید حق بالانشین باشد و در همان سال از روی نتیجه های المپیاد جمهوریوی ناحیه اسفره با 12 نفر داوطلبان خود صاحب جایهای نمایان شد، جایزه ها شد. حتی بعضی ولایت های ما به این مقدار دسترس نشدند. از قریب 50% بیشتری ولایت سوق نیست که اینقدر ولایت آوازدار ما هست و بسیار مکتب های ایجادی هست، مشرف نگشتند. بیش از 60% تمام داوطلبان ولایت سوق از ناحیه اسفره بودند. و همان سال ما همه به یک تخیلاتی افتادیم که این چی کار است. واقع بینانه اینها جای گرفتن، جای سزاوار گرفتن. من از وزیر محترم خواهش کردم که مرا برای اجرای وظیفه کاری و آموزش همین تجربه پیش قدم به ناحیه اسفره به سفر خدمتی سفربر کنند و بعد از 1 سال ما مکتبداری عبدالحفیظ عزیز را به چشم خویش دیدیم، با شاگردان هم صحبت شدیم، با کار و پیکار آموزگاران این دبستان بسیار معتبر شناسایی پیدا کردیم و درک کردیم که در تحصیلات رکن اساسی آن آموزگار است. همه وقت کارتون آمد نمیکنه، همه وقت شما خوشبخت نیستید. همین خیلی روزهای هم بود که بسیار آدم کنفهمی دارن، نقض نمیفهمن. من مکتب ما وقتی که تشکیل کردیم بسیار کس مقابل آن میستادن، بسیار کس مجبور میکنن که مکتب ترک کنید. من مثال همین در ظرف 22 سال کارم در همین مکتب باشم، اگر اقلا من چندین مراتب تفتیش کردگی هستن، حتی بسیار کس نویستگی هم هست که مثال ممکن که عزیز و همین خیلی آدمی باشد. برای این خیلی مکتب در همین حالت نگاه داشتن بسیار آدم استوار بودنش در کار، بسیار هم کار کردنش در کار، از همه کارا ترسیدنش در کار، از بسیار کارها. همین استید مستحکم استید، حلال باشید نیستودید. من با عبدالحفیظ عزیزوف از سال 1980 این جانب همکاری میکنم. سال 1985 ما هر دوی ما به مسکو به یونیورسیتی لومونوسوف تکمیل اختصاص ما دعوت کرده شد. همونجا تمام معلمان خیمیایی سابق دولت‌های شوروی، همین ریسپوبلیکای برادری، فکر عاقل پیشرو امینای دستگیری میکرد در مسکو. هم مکتب‌هاش به گرفته میبرد که سری همه آدم چی که در عموما اتفاق سوویتی پیشروی های خوب
کرده ایستاده. و چون اگر از شاگردان عبدالحفیظ عزیزویچ با مسکو و دانشگاه هایی که در آنجا شاگردانش را تحصیل میکنند به محابا تمام رهبران مؤسسه های تعلیمی با خیر، با احسان، با خوشی قبول میکنند و اون خط کنندگانی که از شاگردان ایشان هستند امروز در تمام رشته های گوناگون مملکتمان با همین رسالت سازندگی، حق نگاری، با رسالت وطن دوستی کار رو ایجاد کرده ایستادند. چون عزیزوف عبدالحفیظ آنها بیمیلان بیدریغ در تمام سمت‌ها خدمت کرده ایستادند. با معلم عزیزوف از سال 1993 این جانب همکاری دارم. در این مدت طولانی من استاد عزیزوف را از جهت‌های صمیمیت، آدمیت و ایجادکاری خوب آموختم. ببینید که آموزگار عزیزوف وقتی هم سروری مکتب هم آموزگار ورزیده دبستان ما بوده، هنگامی که به درس ها تشریف می آورند اون کس در درس های متماتیک، در درس های خیمیک، در درس های زبان روسی همچون آموزگار روسیدان فعالیت می کند. این از بسیار جهت مهم است، زیرا اگر سروری مکتب چنین جهانبینی وسیع داشته باشد و می تواند استاکارانه دبستان خود را رهبری کند. ناتری او اشا NO2 به تاثیر میده. NO2 به چه تاثیر میده؟ در اون وقت دو نمک حاصل می شود، ناتری NO2 و ناتری NO3. ناتری سفت است، NO3 پلوس H2. ریاکسیون برای برابر کردن اینجا به چه میگذاریم؟ اینجا به هم چه میگذاریم؟ ریاکسیون بینید چه برابر شد می‌بینید. این 45 دقیقه برای من این بسیار وقت کلان است. اگر معلم از همین 45 دقیقه در ثمراناک استفاده برد برای خواننده بسیار چیز داده میتواند. حتی همین خیلی گفته شده است که یک درس خوب معنای یک اثر را دارد. اگر همینه معلم در حقیقت ثمراناک استفاده برد همین گفته ها البته اجرا می شود. من در یک ساعت درس یعنی 45 دقیقه قریب که 4-5 مرتبه یک خواننده میپرسم. همین اگر در صنف اگر 30 نفر یا 35 نفر خواننده باشد همین آنها جواب میدن. البته به همین آنها باوگذاری میکنن، لیکن همین همش به وقت میرسد. بعضی معلمان همین خیلی گمان میکنن که 2 کس 3 کس 4 کس میپرسن میگن که وقت نرسید برای پرسیدن. نه، وقت میرسد. اگر در حقیقت معلم مهنت کند و کار کند همین 45 دقیقه درس این نهایت وقتی طولانی است، برای همه چیز میرسد. آبروی این کس تنها از معلمی تیار کردن شاگردا سبب اساسیش خیلی مهنت دوست بوده. فنهای دقیق متماتیک، فیزیک، شیمی را خیلی چقور میدانند و به برابر همین تنها با ساعت درسی مشغول نشده بیرون از درس و بچه ها بسیار کار کردن. شاگردان آن کس در دوره اتحاد شوروی تا به درجه غالبان آزمون ناحیه و ولایت جمهوری و اون اتفاقی اشتراک کرده. خودی معلم نیز با دعوت وزارت معارف سابق اتحاد شوروی در تیار کردن و چاپ تیار کردن کتاب‌های درسی شیمی اعضا انتخاب شده بودند. ولی بعضی ها گمان میکنن که عزیزوف این عزیز آدمو میترسد و مثال میخوند، عزیز میترسد و کار میکنه. نه این خیلی نه، ممکن که عزیزوف حرمت میکند و کار میکند، چون که تمام کار از من سر میشد. مثال همین درسی حساباتی دادن در کار اول عزیزوف میتید، درسی نمونوی دادن در کار باشد اول عزیزوف میتید. سبب چی؟ خیلی دیگه رو به نشان میدیم که من مکرستم شما هم کنید. همین با همین طلبه های هم خیلی مناسبتی طلبه وقتی من اکو یک چیزی دیگه رسمی که طلبه ما مکتب پیشکنی هم نمیرد. همین بعضی روزا مجلس میشن، من میگم که خواننده اول گوشه کتوسون بعد مجلس بزنیم. همه بچه‌ها مکتب با. اگر مکتب دوست ندارد، معلم دوست ندارد، طلبه میشیند می. این همش از اون عبارت است که همین طلبه معلم حرمت میکند، طلبه معلم دوست میدارد. معلمان یک شعار است که بچه شخ داده مات نکنتان، شخ دادن راهی اهمون مات برامده نیاتیدن.
همین خودآموزی به مشغول شدن. اما اول خود معلم همیشه از بالای خود کار کرده میسته و از شاگردها از همکارای هم همین چیزا طلب میکنن. اگر بچه همین نیتروژن ما اکسیژن که برعکس داخل میکنیم شیم برعکس داخل نمیشه. اگر امروز برعکس داخل میشه روی زمین پیوستگی نیتروژن زیر میکنه و پیوستگی نیتروژن اند داخلش اند ماده های زهرناک هم بسیار ضررآورش هم بسیار اون وقت زندگی میشه. انا اینا کدوم وقت برعکس داخل میشه بچه در وقت حاصل شوی شراره الکتریکی در وقت حاصل شوی شراره الکتریکی اگر بینید تابستان یا که بهار رد و برق میشد بعد همونجا باران فرداندگی بعضی جای میسوزونن سوزوندنش از سببش میگم که چی حاصل میشه بچه گاز NO حاصل میشه. اینا شما دیدگی وقتی که او همین سیمیواج ها هست کو بالاش به سیمو به هم دیگر رسد همین یک صدا میبرد و شعله بلنده یا که رد و برق همونجا بینید بو میبرد. همین بو کدام بو همین گاز NO حاصل میشود و همین گاز NO حاصل شدگی اکسیژن هوا که برعکس شده داخلش گاز NO2 حاصل میشود. بچه وقتی که حاصل که شد این گاز رنگ داره رنگ جگری. همین بعضی همین بینتون اگر شراره الکتریکی دوتا هم اکومولاتور هست کو اکومولاتور دو قطبش به هم دیگر پیوست کرده رسونده دیگه همونجا به یک بوی غلیظ پیدا میشه. اگر همون به نظر کنید آهسته آهسته به رنگ جگری تبدیل میشه. یعنی اول گاز NO حاصل میشود همین گاز NO حاصل شدگی به گاز NO2 تبدیل میشه. فهمیدید تو یا نفهمیدید؟ اکنون بچه دوام میشه بشید. آن کس در دوام هر دفعه که هر صبحگاهان ما به مکتب می آییم البته با یگان چیزی نو روبرو می شویم. چیزی نو چیست؟ روزی که از درگاه همین آستان همین مکتب ها می گذاریم روزی می بینیم که آویزه ها نو شدند. انا خودتان شاهد آن هستید. من مکتب خود را دوست می دارم و بهر آبادانی آن کوشش می کنم. برای این البته ایجادکاری شرط و ضرور است. اگر سرور ایجادکار نباشد انا این چیزهای چی کرده درک کرده هم نمیتواند. من همین پیشتی من به یک چیز نوشتگی است بهترین دیناری که انسان خرج میکند این همون است که برای تربیت فرزند صرف میکند. همین خیلی میشتیم یک پدر و مادر آمد گفت که من درس به اشتراک میکنم. من اجازه دادم درس به اشتراک کرد. بعد از اون که از اونجا برآمد گفت که من 1000 سوم پول دارم من همین شما میدم برای مکتب صرف کنید. من گفتم که برای من ندید. من یکون وقت پول دست به گرفته کیسم نمیکنم. اگر شما به لازم باشد مکتب امروز ها در بالای بومش شفر پوش کردنی هست. اگر بیارید همون پول به تخته بیارید ممکن که همون تخته شما سر میکند و ما همینجا شفر پول همون آدم تخته آورد داد ما از حساب همون سر کرده دیگه کسا با یاردم کرده. البته اون چیزایی که ما در خود مکتب داشتیم سفید و روش شناندگی بودیم همه های گرفته ما بالای بومش شفر کردیم. من همین مونده همه خیلی پدر مادرها هستن که در حقیقت امروز ها ما دویم حمایه کرده میستن همراه ما میباشن. حتی همین خیلی میگم کدام وقت لازم باشد ما همراه شما. انا همین خیلی پدر مادرها هستن که امروز مکتب همین درجه برسته است. آموزگار خواننده و والدین اگر به هر سه شاخه خوب کار کنند نتیجه ها صفت تحصیلات خیلی خوب به دست می آید. و سالها سپری شده ایستاده است. همیشه در آزمون‌های جمهوریوی شاگردان استاد عبدالحفیظ عزیزوف همیشه دست بالا هستند. همیشه جای‌های سزاوار را صاحب می‌شوند. تنها در آزمون‌ها نه در دانشکده‌های جمهوری و خارج از آن نیز نتیجه‌های دستاوردهای شاگردان این مکتب بزرگی کیمیای مملکتمان همیشه با شایسته ترین دستاوردها می آیند. شما تصور کنید که همه ساله در دانشکده طبی تاجیکستان واقع بینانه 20-25 نفر شاگردان استاد عزیزوف قبول می شوند. مکتب ما به درس‌های ثابتی می شود. درس‌های مجلس‌های مشترک می شود. مجلس مشترک از چیه؟ 40 تا پدر مادر میشن 40 تا عمده میشنن. همین بالای همین به همه معلم هم عمده میشنن. همین به همه خوانندگان همون یک ساعت اندر دعوت کرده میشن.
یعنی پرسیده می شود. من این سبب اساسی چیست که من 18 دوست دارم. سببش اینه که همه در 1 ساعت برابر پرسیده پدر و مادر به نشان دیم. اگر من نشان نیمش نشان دیم نیمش نشان ندیم مگر وای خفه میشه. پدر و مادرم ناراضی میگه. 18 تا دو بار برابر مگر 36 تا طلبه میبرد. حتی این کابینت من به این درس من به اقلا آدما تا 5-10 مرتبه میبرد. پدر و مادر میبینن که ها بچهش میدوند یا نمیدوند. روی راست میگم من بچه‌ش مون دانسته استاد است، من بچه دانسته استاد است، های خلاصه میبرن. حساب دادن همین است. دانش بچه نشان داده تونستن است. امروز من حسابات اساسی من میگم که بچه به یگون چیزی درست آموختم یا نه. من حسابات من همون است. حسابات من میگم که بچه دانش گرفته است. بچه آداب گرفته است. عقل و وجدان عقل و وش ادراکش بالانس داد. همین وقتی که من نشون دادم پدر راضی شود نچید کار من درسته. وقتی که پدر ناراضی مادر ناراضی نچید کار من سست است. بعد این خیلی معنی است که نمیخواند. همه میخواند. معلم عزیزو نه اینکه در تعلیم تربیت نسل نو است بلکه در آبادانی کشور در پیشرفت ساحه معارف حصه های ارزنده گذاشته ایستادند. با تلاش و کوشش آن کس لیسه یگانه مکتب است که با مبلغ های خودی بینای علاوگی در خود مکتب بنیاد کردند به مبلغ زیاده از 1 میلیون سامانی. این در جمهوری یگانه بینایی که با مبلغ خودی مکتب بنیاد شده است. ما وقتی که امریکا بودیم ما درس خیمه به در آمدیم. وقتی که درس خیمه میگفتن همین دانشی بچه‌ها سست بود. دانش سست بود، حتی خطا میکردن، معلم خطا میکردن. بعد از تمام شدن درس من همراه معلم صحبت کردم، با فکرم گفتم بسیار معلم قبول کرد. لیکن آن خواننده که وقتی که من امیر کردم اینقدر ترتیب انتظام خوبم ندیدم. همین خیلی دیدم که همین در صنف بی‌ملال میگشتم. در صنف اگر میخواستن یکون جوش رفته میشتم. حتی در بعضی مکتب‌ها دیدیم که حتی کراوات ماندگی بود، در اونجا خوابم میکردم. قسمی آدم میخوند، قسمش هم میخیر. همین وقتی که در همین کریدورای مکتبو میدیدم بچه‌ها چرزانی کرده همین میونی همین کریدورا میشتن. خیلی ما چه دشکده گذشته میرفتیم. هیچ من ندیدم یکون عقل و فراست درستی بچه‌ها که تا این درجه بچه‌ها دموکراتش رو همین باشد نی. گرچنده که شهرنده کار کنن هم آیدی بهبودی وضعیت قشلاق بسیار کارهای کلان کرده ایستادن. گویا که همین قشلاق هم یگان کمبودی صادر شده مانه. یگان یکدیگر نفهمی شد. خود همان روز معلم عزیز داملا عزیز از کجای نباشد من میابم که چی شد چی به هم تو شد رفته همون تا سرانجام کردن شدن همون کار از پی همون کار جابجا کنی میشن. شخصا من رئیس خواجگی سخاوت اکثریت من هم دهخانی رو به مسئولیت فکری معلم عزیز میگیرم که دهخانی مثلا پرنیکا کشورش تربیتش خیمی میدونستن خوکای باش استرکتورش میگون برای همین یک دایم ما همین خصوصا کلکتیو خواجگی سخاوت 3 همین پیش کردن خواجگی با همین اساسی کار همین که آدم معلم دانش داشتگی باشد وجدان داشتگی باشد و تشبثکار باشد همه کار میشود. همین معلمایی که ما امروز جمع کردیم همین خیلی آدم‌ها هستند. دانش دارن، تشبثکارن، سان وجدان انسان دارن. برای همین وقت ما موفقیت هست. همه باش با راضی می کار کنترل هم من راضی خیر من دو کس بودست ما دیگه اصلاح کردیم. دست تمام نه.